سلام ای ملت شریف ایران. من سعید کشتار هستم. اسم مادرم آفتاب، اسم پدرم هم نادر. اینم همسرم و پسرم و همسرم. امام زمان هستم. برید سندم هم کتاب حافظ، غزلهای حافظ با شمس تبریزی. حافظ تو شعراش داره میگه مریم مقدس میاد، عیسی مسیح میاد. برید عکس عیسی مسیح با مریم مقدس هست نگاه بکنید، اینم شباهت داره یا نه. مو فرق میکنه. رو سرم هم چند نشونه هم دارم، رو سرم هم شکل ماه دارم، به خاطری که حکومت نفهمه، آشکار نشه. مژه‌ام بلند بوده رفتم با قیچی چیدم. حتی حافظ داره میگه تو شعراش. اگه به سرم هم توجه بکنید، رو موام الان موام کوتاهه، تراشیدم. اگه موام بلند بشه این ماه آشکاره. کفبای همسرم میگه در نعل سمند تو شکل مهنو پیداست، آشکار شکل ماه کفباش. حکومت نمیذاره آشکار بشن. ای ملت ایران، کمک بکنید. رسانه‌های غربی تو ایران هم خیلی هم میدونن که امام زمان آشکار شده. کمک بکنید. ما هممون با هم دوست هستیم، هیچ کم با هیچ که دشمن نیست. از اون رهبرش تا آدم معمولیش با این ایران. ما همه ملت ایران باید به کمک هم دست به دست هم بدیم که دنیا رو بسازیم. برید به پیشگوی امام صادق و امام علی نگاه بکنید، به پیشگوی زرتشت نگاه بکنید. سندم هم حافظه. ای ملت ایران، این فیلم رو پخش بکنید که همه دنیا بدونن که امام زمان آشکار شده. کوتاهی نکنید. ممنون و متشکر از همه مردم دنیا.